جسد شودیف آزادبخش یک مهاجر 22 ساله تاجیک را که 3 ماه پیش گم شده بود بعد تمام شدن فصل زمستان و آب شدن برفا از یک جنگل در کنار شهر دلگپرود ولایت مسکو پیدا کردند. دست کم 2 منبع گوناگون در صحبت به پایگاه خبری بامداد تصدیق کردند که در بدن این ساکن دهه مرغیدر پنجکند علامت‌های مرگ مجبوری از جمله ایز کار دیده میشد. پلیس بعد یافتن جسد همجایگان او را که با آزادبخش شودیف در دلگپرود در یک اجره اجاره می نشستند دیگر باره بازپرسی کرده باز جواب داده است. به گفته همجایگانش بعد آب شدن برفا یک ساکن محلی سگباز هنگام سیر دادن سگش جسد را در جنگل دیده به پلیس خبر داده است. اتفاقا جسد را در نزدیکی همان جای یافتند که آزادبخش روز 13 دکبر سال 2021 گم شده بود. احتمال می رود که جسد را بهتر آورده در اینجا زیر برف کرده باشند چون که 3 ماه پیش بچه ها اینجا را کوفته بودند یگان جسد نیافتند، گفت یکی از همصحبتان بامداد. حالا برادر آزادبخش شودی و دامادشان در پی تهیه اجرت‌ها و رسمیات دیگرند تا جنازه مرحوم را برای دفن به پنجکند بفرستند. 3 ماه پیش سامانه بامداد خبر داده بود که شودیف آزادبخش سبحانویچ سال تولدش 1999 زاده دهه مرغیدر پنجکند روز 13 دکبر سال 2021 تخمینا ساعت 15 از خانه برآمده بیدرک شده است. تلفنش همان روز تقریبا تا ساعت 9 فعال بوده است، یعنی زنگ میگذشت و جواب نمیداد، ولی بعدا تماما خاموش شده است. آزادبخش شودیف در شهر دلگپرود ولایت مسکو که تقریبا 20 کیلومتر دورتر از مکد در شمال مسکو جایگیر شده است زندگی میکرد. دوستان و نزدیکان آزادبخش از همه خواهش کرده بودند که در جستجوی او کمک کنند. متاسفانه این جستجوها نتیجه نداد و حالا جسد این مهاجر جوانمرگ را پیدا کردند. هر سال به علتهای گوناگون در روسیه تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک میمیرند. هر سال 10 تن از زادگان تاجیکستان در روسیه اکثر جوانان مثل آزادبخش شودیف به علت مرگ مجبوری به زندگی پدرود میگویند.